سلام رفقا، وقت بخیر، خسته نباشین. آقا ما اومدیم شهرک منتظری یه بسته تحویل بگیریم. یه غذا بود مال یه بند خدای اینجا، اومدیم تحویل بگیریم از اینجا که در بازا بسته میشه. آره از اینجا. بعد این بسته ها حالا ما تحویل گرفتیم. این غذا اومدیم غذا رو تحویل گرفتیم. این ماشینای خیلی قشنگ هم دیدیم اینجا. این مستمع خیلی زیبا. جالبیش اینه رفقا، اینجا من با کارت میکشیدم. اینا هم ببینید من رسیدش الان تو دستم، من با کارت میکشیدم و این غذا رو تحویل میگرفتم و مسافر اصلا به من اطلاع نداد، فقط گفت یه بس است بگیر و بیا. حالا سر حساب شدیم غذاست 148,000 تومن کارت کشیدیم، هنوزم کرایمون رو نگرفتیم. بریم که دیگه یواش یواش سوار بشیم و بریم. رفقا ممنون که تا اینجای کار با ما بودین. اگه دوست داشتین این کانال رو سابسکرایب کنین و انشاءالله زنگوله رو هم بزنین و تا سرویس های بعدی.